تنها جریان سیاسی هستیم که در ظرفی 20 ماه گفتیم جنبش قابل حذف نیست، باید بپذیریم و یک واقعیت است. هر کس رو تمامیت ارضی افغانستان، وحدت ملی افغانستان فکر میکنه کسی را حذف نکنه. ما تنها جریانی هستیم که در شورای قیادی از حقوق جنبش دفاع کردیم، در شورای جهادی دفاع کردیم و گفتیم تالیرم توی این موضوع هستیم. من میگم هر کس برای نفاق و دشمنی ملت ها حرف بزنه خاین ملی افغانستان. تکبیر! ای که هر کس فکر میکنه که جنبش در کناری جمعیت باشه یا در کناری حزب باشه، این تصمیم خود اون مردم است و ما ربطی ندارم. ولی وقتی که آقای دوستم آمد در اینجا میانجی شد بین ما و جمعیت، ما میانجی شدیم بین جنبش و حزب اسلامی، ما آقای حکمتیار و جنرال دوستم نشست. این افتخار ملی را حزب وحدت دارد و هست و در این را گام برداشت.